سلام و درودی دوباره. امروز در خدمتتون هستیم که یکی از بزرگترین سوالاتی که برای تمام همکاران و پزشکان گرامی در حیطه انتخاب دستگاه لیزر تیتانیوم به وجود میاد رو به همدیگه به چالش بکشیم. اینکه کدوم یکی از دستگاه‌های لیزر تیتانیوم میتواند بهتر و علت متفاوت بودنش چیه. امروز با همدیگه در کنار دستگاه لیزر تیتانیوم پلاس کمپانی نویونتپ هستیم و هستیم که موضوعات و آپشن‌های منحصر به فرد دستگاه رو بهتون معرفی کنم. یکی از موضوعاتی که وجود دارد داخل حیطه زیبایی، دستگاه باید بتواند آپدیت باشد و رفع نیازهای مخاطبهای ما رو به صورت کامل انجام بده. یکی از بزرگترین نیازهایی که تمام کلاینت های لیزر تا به امروز براشون وجود داشته، ترجیح میدادن فارغ از حذف موهای زائد کنارش آپشن سفید کنندگی قسمت های تیره رو هم داشته باشن. الان ما با اندک زمانی که وجود دارد، همراه با این زمان میتوانیم فارغ از هیر ریمووال با اضافه شدن طول موج جدید به دستگاهمون به اسم طول موج 940 وایتنینگ و سفید کنندگی رو برای کلاینتمون به وجود بیاریم، به این صورت که مخاطب دیگه نیازی به گذاشتن زمان دوباره نداره. پس شما همزمان دارید با یک دستگاه دو خدمات متفاوت رو به مشتریتون هدیه میدین و یک دلیل محکم برای متفاوت بودن برای شما وجود داره و اون هم طول چهارم دستگاه لیزر و طول 940 که مطمئنم خیلی از مخاطبهای شما قبلا مجموعه ای رو برای انجام کار لیزر انتخاب کردن و قبلا جایی برای لیزر میرفتن که این آپشن متفاوت قراره برای شما تمایز خلق کنه. موضوع دومی که نمیشه منکر این شد که این میتونه یک آپشن متفاوت باشد، ظاهر زیبا و استایل مدرن دستگاه است. ظاهری کمی بلندتر، رنگی متفاوتتر و فیس و استایلی جذابتر باعث و بانی شده که کلمه تیتانیوم پلاس تکمیل کامل پیدا کنه و ترکیبی از زیبایی و تکنولوژی رو کنار همدیگه داشته باشیم. سومین آپشن جذاب دستگاه تیتانیوم پلاس سیستم عامل اندروید دستگاهه. شاید این سوال برای شما به وجود بیاد، برای شخص، اپراتور، پزشک، پرستار و مامایی که قرار کار خدماتی حذف موهای زائد انجام بده، سیستم عامل چرا باید مهم باشه؟ سیستم عامل اندروید به من اجازه این رو داده که بتونیم نرم افزارها و آپشن‌های متفاوتی رو متناسب با نیاز شخص شما و مشتری شما روی دستگاه آپدیت کنیم. یعنی چی؟ تا به امروز من شخص کلینیک دار واقعا برای من قفسه زومکن‌های پرونده مشتری‌هایم و پیدا کردن فایل مشتری‌هایم عذاب‌آور و ناراحت کننده بوده، ولی از الان به بعد با دستگاه تیتانیوم پلاس میتوانم فایل مشتری‌ها رو تماما داخل دستگاه داشته باشم. یعنی تمام کاغذبازی‌ها برای من حذف شده و به راحتی میتوانم اسم شخص، شماره تلفن اون و حتی هر جلسه با چه درجه‌ای کلاینت من کار انجام داده رو داخل دستگاه ثبت بکنم و فکر میکنم این موضوع میتواند برای تمام ما متفاوت باشد که بتونیم هر جلسه مشخص کنیم مشتری ما چه درجه‌ای رو انجام داده که جلسه قبل متناسب به اون بخوایم لول انرژی دستگاه رو ارتقا بدیم. پس فیدبک متفاوت تر همراه با یک راحتی بهتر رو در بر گرفتیم. آپشن چهارم دستگاه بیشتر مخصوص پزشک و سرمایه گذارهای دستگاه است. در 70-80% مواقع پزشک و سرمایه گذار توسط اپراتور کار لیزر رو انجام میده، ولی نیاز داره زمانهایی که تو باشگاه هستن، زمانهایی که داخل مسافرتن یا تایمهایی که پزشک مشغول مشاوره کارهای زیباییه بخواد چک کنه دستگاه رو چه زمانی روشن و چه زمانی خاموش کردن، اپراتور با دستگاه امروز چه تعداد شات زده و آپشن های متفاوتی که نظارت بهتر را از راه دور برای شخص سرمایه گذار و شخص پزشک روی دستگاه کاملا ایجاد میکنه که مطمئن بشیم دستگاه همون به چه صورت در روز کارهای متفاوت رو انجام داده.